چرا امیرحسین حسین زاده یکی از خاص‌ترین بازیکن‌های 10 سال اخیر فوتبال ایرانه؟ اول بپردازیم به پست امیرحسین. امیرحسین چون که بازیکن آزاده، پست مشخص و زون مشخصی نداره، ولی اغلب در هاف اسپیس سمت راست پاکتش اینجوری که مشخصه و غالبا بعضی وقتا هم میاد به سنترال پاکت و بیشتر زون هایی که درش حضور داره یا در سنترال پاکت یا در رایت هاف اسپیس پاکتش حضور داره. اولین نقطه قوت حسین زاده در بازی شناسایی بلایند سایت و نقطه کور حریف مثلا که تصویر می‌بینی که اینجا حسین زاده میره و در نقطه کور حریف قرار میگیره، چون می‌بینه که بازیکن‌ها چشمشون به توپه و پشت سرشون بلایند سایت و میره و در بلایند سایت حریف قرار میگیره. تو مثال قبلی حرکت حسین زاده منجر به گل نمیشه، ولی در مثال جلوی روسیه اینجا میره و میبینه که بازیکن روسیه بال واچینگ دوباره میره در بلایند ساید حریف در فارپوست قرار میگیره و اینجا تو میرسن و این مثال منجر به گل میشه. یکی از کیفیتایی که امیرحسین در بازیش داره و باعث مربی عاشقش بشن، رانهاش به پشت دفاع حریف از بین فولبک و دفاع حریفی که اینجا میبینیم که از بین سنتر بک و فولبک حریف رام میزنه به پشت دفاع حریف، اینجا توپش نمیرسه. اینجا امیرحسین بازم بدون توپ با تایمینگ درست رام میزنه از بین فولبک و سنتر بک حریف به پشت بلاک حریف و اینجا توپ میگیره و دید بازیکن کاشف نژاد ثابت توپ کنه و حالا متاسفانه این توپ منجر به گل نمیشه. یک کیفیت دیگه که امیرحسین بدون داشتن توپ ورتیکال پین‌هاش بین فولبک و سنتر بک حریف اینجا داریم می‌بینیم که امیرحسین میره و بین فولبک و سنتر بک حریف قرار میگیره و اونها رو پین میکنه و این باعث میشه که بازیکن کناری آزاد بشه، چون که دو تا بازیکن امیرحسین پین کرده و همینطور پاکت اسپیس سمت راست هم آزاد بشه، چون امیرحسین دو تا بازیکن رو به خودش پین کرده. کیفیت بعدی امیرحسین در بازی دیکوی موومنتاش هستن. دیکوی موومنت یعنی که بازیکن ما در حالتی که تو نداری موومنتی بزنه که باعث میشه که بازیکن‌های دیگه ما آزاد بشن. اینجا امیرحسین دو تا مدافع رو با دیکوی موومنتش به خودش میکشه و باعث میشه که ترابی اینجا آزاد بشه. اسم این است دیکوی موومنت که امیرحسین توش استاده. دوباره مثال دیگه از دیکوی موومنت امیرحسین در حالتی که تو نداره نیمه دراپ میکنه به سمت تو و این باعث میشه که امیرحسین کنانی رو با خودش استیبات بکنه از پوزیشنش و این باعث میشه که ترابی همچین فضایی و پشت کنانی داشته باشه، چون که امیرحسین کنانی رو با خودش کشیده. کیفیت بعدی که امیرحسین در بازیش داره وقتی که به بلژیک رفت یاد گرفت پاکت سازیش هست. اینجا می‌بینید که امیرحسین در پاکت در جای درست قرار داره و این مدل پاکت سازی به عنوان یک شادو استرایکر امیرحسین رو از 70% آفریقای ایرانی که پاکت سازی بلد نیستن جلو میندازه. اینجوری که دیدیم بیشتر کیفیتایی که امیرحسین در بازیش داره وقتی که توپ نداره، ولی وقتی که توپ داره تنها کیفیت که میشه گفت داره و خیلی مهمه ورتیکال کریاش هستن و حمله‌های عمودی که انجام میده مثلا ترانزیشن ها میتونه خیلی موثر باشه. نقطه قوت دیگه امیرحسین وقتی توپ داره بازی کامباین پلی و ترکیبی تک ضربه که در بازی داره، واسه برابر پرسپولیس میشه این رو دید که بازی تک ضربه ترکیبی درست نه این کامباین پلی منجر به گل میشه. چیزی که بعضی مربی‌ها راجع به امیرحسین اشتباه درک می‌کنن از نحوه استفاده از حسین زاده در محوطه جریمه است. با اینکه امیرحسین فینیشینگ خوبی در بازیش داره ولی باید به عنوان لیت رایول در باکس استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این مثال داریم می‌بینید اینجا دروژه که اگه اشتباه نکنم مین تارگت و موج اول، ولی امیرحسین اینجا به عنوان لیت رایول و موج دوم به باکس اضافه میشه و همین باعث میشه که با شانس هم که شده دروازه رو باز بکنه. امیرحسین در ترانزیشن ها و ضد حملات یه سلاح خیلی مرگباره، به خاطر اینکه مثلا که تصمیم می‌گیرین همیشه عمر رو به جای از انتخاب میکنه و همیشه جسارت لازم در تصمیم گیریاشو داره. مثلا دیدین که جسارت داره که حریفو دریبل بکنه و همیشه هم تصمیم گیریاش سریع اینجا بدون اضافه کاری توپ رو فینیش میکنه و دروازه رکان رو باز میکنه در ترانزیشن. امیرحسین در اتاک پوزیشن کنار اینکه ورک ریت بالایی داره و شادو پرسر خوبی هست ولی در فال کردن تریگر پرس و ماشی پرس یکی از بهترین در کل ایران. اینجا امیرحسین اسکم میکنه که ساپورت لاین حاضر باشه، واسه همین میگه که حاضره و میره و تریگر پرس و ماشی پرس رو به صورت کرو که در زمان پرس میکنه فعال میکنه ماشی پرس رو. امیرحسین اگه میخواد که به عنوان تماس مدل بعدی فوتبال ایران شناخته بشه باید به بازی پروگرسیو پاس و پلی میکینگ هم اضافه بکنه.